موجه به قولی قدیمی ها کته مایه برای سرکه، وقتی سرکه دیر صاف کنی به نظر ما کته میکنه. بعد این کته یا بچه به خاطر جان یا بچه مثلا میکنه. بعد این که گفته میاره ظرف شیشه‌ای، یه ظرف شیشه‌ای بندازی، یه ذره نبات، قند، هر چی که دوست داری، شیرینی یا نمک دوست داری، اینو بریزیم بهش، آبش کنیم، بذاری یه جای تاریک، میاره ظرف شیشه‌ای، دستتون باید بهش نخوره. بعد یه هفته در بیار بخوری، این بچهش آب میشه، دل مادرش کباب میشه. این بچهش آب میشه و بعد کم کم این آب یه مزه میگیره، اینو میخورید. دیگه خیلی خاصیت داره. حالا شما امتحان کنید، ما که امتحان کردیم جوان نشدیم، ولی شما جوان ها حتما بخواید یه جوان بمانید انشالله. قد تموم آدما، قد تموم عاشقا.